سلام دوستان و همراهان گرامی، به چنل یوتیوب دویچ لرنین خوش آمدید. بحث جدید ما شما آرتیکل هاست. آرتیکل ها در زبان آلمانی از جمله موضوعات مهم و اساسی است. خود آرتیکل ها یک تعداد کلمات کوچک است که پیش روی اسم ها نوشته میشه و اسم ها در زبان آلمانی سه نوع می باشند: اسم مذکر، اسم مؤنث و اسم خنثی. پیش روی اسم مذکر که است آرتیکل دی نوشته میشه، پیش روی مؤنث آرتیکل دی و پیش روی خنثی آرتیکل دس استفاده میشه. اما پیش روی اسم های جمع ما آرتیکل دی که آرتیکل مؤنث هم هست، آرتیکل جمع هم استفاده میشه. به صورت عموم دو نوع آرتیکل ما داریم. یکی آرتیکل به نام آرتیکل معین یا بشتیمت آرتیکل یاد میشه و دیگهش هم آرتیکل غیر معین یا آرتیکل اون بشتیمت یاد میشه. آرتیکل معین ما شما به یک اسم خاصی است، اسم مشخص اشاره داره. مثلا دیامن آن مرد، دی فقو آن زن که مشخص است، بر ما شناخته شده هست، و دسکین آن کودک که اشاره میکنیم برش، و دیکیند آن کودکان که ما میبینیم و اشارهش میکنیم و بر ما معین و مشخص. اما آرتیکل غیر معین آرتیکل هایست که ما در جریان گفتن و یا جمله ساختن از اینها استفاده میکنیم، اما نوع اسمی که ما نام میبریم در جمله خود اون اسم بر ما شما نامعین یا نامشخص است که در آرتیکل های معین ما شما دیه داریم، ولی در آرتیکل های غیر معین عین داریم. به جای دی از عین استفاده میکنیم، به جای دی از عین، به جای دست از عین استفاده میشه. مثلا اگر به طور مثال موازه میکنیم، اگر ما یک مرد را بشناسیم و بگوییم که آن مرد آنجا هست، ما به شکل میگیم دیامن است دور، آن مرد آنجا هست که ما او مرد را بشناسیم، دیدیم یا شناخته هست، بر ما معین. اگر بر ما نامعین باشه میگیم این من است دور، یعنی یک مرد آنجا هست ولی نمیفهم کی است. این هوند läuft im Park، یک سگ آنجا میدود، در پارک میدود. مثلا این فقو steht dort، یک خانوم آنجا استاده است، اما ما نمیشناسیم. اگر او خانوم بر ما معین باشه ما میگیم که ای دی فقو steht dort، یک خانوم اینجا است. ich kaufe eine Tasche، ما یک تاشه یا کیف میخرم که او نوعیت کیف بر ما هنوز معلوم نیست، مشخص نیست. مثلا به جای دست از عین استفاده میکنیم، دست کیند داریم، اگر به شکل نامعین استفاده کنیم ein Kind. مثلا ein Kind spielt draußen، یک طفل در بیرون بازی میکند. wir haben ein Problem، ما یک مشکل داریم. ein das Problem میشه به ein Problem در آرتیکل های غیر معین. آیا قاعده برای شناختن اسم های مذکر، مؤنث و خنثی وجود داره که ما آرتیکل، یعنی چه وقت ما میتونیم آرتیکل در پیش روی کدام اسم ما آرتیکل دی و دست را استفاده کنیم؟ آیا یک قاعده معین وجود داره در زبان آلمانی یا دویچ؟ نه خیر، قاعده معین وجود نداره. اسم ها بهتر است همراه آرتیکلش شود، اما قاعده های نسبی وجود داره که تا حد زیاد این قاعده های نسبی صدق میکنه، اما در تمام به طور کامل و به طور تمام عیار صدق نمیکنه. به طور مثال ما قاعده نسبی برای اسم های مذکر داریم. اگر اسم ما به ای آر ختم شده باشه ما از آرتیکل دی استفاده میکنیم. دی کامپیوتر، دی لیغه، دی دقوقه یعنی چاپگر، یا ما چی رو میگیم؟ پرینتر رو میگیم. اگر اسم ما شما به ای این ختم شده باشه باز ما
هم میتونیم که دیا آرتیکل دیا استفاده کنیم، مثل دیا گاردن یا باغ، دیا اوفن یعنی اجاق، دیا واگن یعنی ماشین یا موتر. و اگر اسم ما به ال ختم شده باشه هم مثل دیا اپفل، دیا شپیگر، دیا فوگل. اسم ما اگر به ایگ ختم شده باشه، یک اسم اگر به ایگ ختم شده باشه هم ممکن است دیا استفاده کنیم. دیا هونیش، دیا کونیک و اون دیا اسش اصل چه سرکه. دیا هونیش اصل، دیا کونیک پادشاه یا کونیش پادشاه، دیا اسش سرکه. لینک اگر اسم ما شما به لینک ختم شده باشه LENG هم آرتیکلش دیا هست، مثلا دیا شمیت لینک پروانه، دیا لینک کارآموز، دیا فغول لینک بهار. اگر اسم ما شما به موز ختم شده باشه، مثل دیا اپتیمیسموس خوشبینی، دیا ریالیسموس واقع گرایی، دیا توریسموس گردشگری، هم آرتیکلش دیا است، اما در اکثر موارد، نه در تمام موارد. در اکثر موارد صدق میکنه و نه در تمام موارد. دیگه اسم شغل های مردانه مثل معلم دیا لیون، دکتر دیا آرتس هم آرتیکلش دیا میباشه. آمدیم سر قاعده نسبی برای اسم های مؤنث چی است. اگر در یک اسم در اخیر خود ای داشته باشه یا به ای ختم شده باشه، هم ما شما او اسم مؤنث حساب میکنیم. مثلا دیپلومه، گل، دیا لامپ، چراغ، دیا تاشن. اگر به هایت و کایت ختم شده باشه، مثل دی فقایهایت، دی گزونهایت، دی فقوندلیشکایت، هم اسم مؤنث است. اگر به او انجی یا اون ختم شده باشه، هم مثل دی سایتونگ یا روزنامه، دی بدویتونگ یعنی معنا، دی اینلادونگ یا دعوتنامه. اگر به شفت ختم شده باشه، مثل دی منشافت، تیم، دی ویسنشافت، علم، دی فقوینشافت یعنی دوستی، همچنان از جمله اسم های چی هست؟ اسم های مؤنث حساب میشه. اگر به یون و تت ختم شده باشه، مثل دی انفارماسیون، اطلاعات، دی ناسیون ملت، دی یونیورسیته دانشگاه. اگر به ای که ختم شده باشه، دی موزیک موسیقی، دی فیزیک دی تشنیک فناوری. اگر به او آر ختم شده باشه، مثل دی کلتور فرهنگ، دی ناتور طبیعت، دی تمپراتور دما یا حرارت. همچنان اسم تمام شغل های زنانه آرتیکل دی میگیره، مثل دی لیغرین. قاعده نسبی برای اسم های خنثی چی هست؟ برای اسم های خنثی همچنان قاعده نسبی وجود داره که در اکثر موارد صدق میکنه و در تعداد زیاد از موارد ممکن است صدق هم نکنه. اما بهتر است که قاعده ها رو یاد بگیریم تا آرتیکل بتونیم یک پیش بینی کنیم برای یک اسم که آرتیکلش چی است. مثلا اسمی که به شن و لاین ختم شده باشه آرتیکل دست میگیره. دست میچن، دست فوقوی لاین، مثل دست فوقوی لاین یا دوشیزه، دست کچن یعنی بچه پشک یا گربه. اگر به منت ختم شده باشه، دست انسترومنت ساز، دست دوکومنت سند، دست پارلمنت. اگر به اوم ختم شده باشه، دست سنتروم مرکز، دست استودیوم تحصیل، دست پوبلیکوم مخاطب. اگر به توم ختم شده باشه، دست ایگنتوم دارایی، دست کونیکتوم پادشاهی، دست کریستنتوم مسیحیت. اگر به ما ختم شده باشه دست تیما موضوع، دست شما طرح، دست قاما درام. اگر یک مصدر و یا فعل را میگیم که در جمله به شکل اسم استفاده شود، همچنان آرتیکل دست میگیره. مثلا دست ایسن همی خوردن، اسم خوردن میشه. دست غینگ نوشیدن، دست لیزن خواندن. در این بود بحث امروز ما شما، درس امروز ما شما. تا ویدیوی دیگر شاد و خوشبخت و سر حال